چی شد آقا حمید؟ دیروز میگفتی که آره شما قراره به این آلومینیوم امتیاز بدیم. یه سری حرفا ما گفتیم آقا امروز قراره که دوباره ویدیو بگیریم. آره. برد سرورت رو لذت ببریم. واقعا زیبا دلشه. تسلیم بود آلومینیوم جلوی استقلال. ببخشید. اصلا ببخشید. من که دیگه نمیتونم مسئول آلومینیوم عراق باشم. یعنی اگر قرار راجع به پرسپولیس و سرور ایران عدالت در این بازی بخواد اجرا بشه، حداقل استقلال 2 تا دیگه باید میزد، پرسپولیس هم 1-0 میباخت. بزن بریم. چی شد؟ 1-0 میباخت پرسپولیس، اینم 5 تا بعد استقلال میزد. دست به زوری گرفتی. من خودت دادی دست دو. من دست دو بده. آقا بریم بازی جذاب که نه. استقلال 3 آلومینیوم عراق 1 به نام خداوند جان و خرد. شارژی دیگه بالاخره استقلالی آدم تیمش که میبره همیشه روحیه داره. گفته بودی از چند سالگی استقلالی بودی؟ از بعد به تولد. آها. بیمه تعاون اسپانسر برنامه است. ممنون که تا اینجا بده همراه بودید. همه جای ایران صدای من است. آقا ورزشگاه شهر قدسی که خیلی پر بود. کیپ بودیم بازی. آره خیلی تماشاگرا رفته بودن. میریم ان شاءالله یه دونه امید اون روزی که همون آزادی خودمون بریم. آسانی پاپا تو حرکت میکنه. دریبل رو دیدی مشتی. دریبل داشتی شده بود. بله دیگه. دقیقه 15 پنالتی بحث آسانی ببین. من همینجا نمیشه امضا کرد. ولی می نویسم امضا میکنم که آسانی عین اورونوف همش دیگه مصدومه. همش مصدومه. آره چون تو زمینه ایران تو طلا میگیره. اورونوف تو طلا گرفت. نه چون تو میگیه. آها من عجل میگم کنسله. برعکسش. ببخشید شما فوتبال فانتزی ما رو بیا. هر هفته ببین گلر آقا ابراهیم 0 یعنی پیش بینی آقا ابراهیم خیلی درسته. گلر صحبت منطقیه. مثلا این بازی آسانی هر بازی گل پاس گل. این بازی تصمیم گرفته حسین زاده هر بازی گل پاس گل. کل زندگیش یارو 3 تا 2 تا بیشتر گل نزده. حضورش واسه من مهم بود. ببین بعضی آدم‌ها حضورش یه استقلالی کوشکی میذاره. حضور یه سری آدم‌ها تو زندگی آدم مهمه. بازی رو نگاه کن. سعید سرخزان پنالتی سعید ببین بالاست. سعید گفت پنالتی بگیر. مگر داور که نمی‌خواست بگیره که. یعنی داور منتظر بود ببینه چی میگه. پنالتی آقا سعید دو آره دیگه اینقدر 2 امتیاز گرفتم از آقا سعید. چند گرفتی از آقا سعید؟ سعید نداشتم. پس من 2 امتیاز تنها سعیدی که داشتیم سعید صادقی بود. سعید صادقی آشغال پرسپولیس. آقای محمد خلیفه که تسلیم شد و گلر 20 ساله‌ای که نتونست از پس چه گلی دیگه یه جوری زد پنالتی دیگه برگشت نگاه کن یه جوری محکم زد انگار خورد تو دیوار. 2 امتیاز بیشتر بگو تو فانتزی بهت بدم 100% توپ محکم منم آسانیو دارم قدرته ولی به من امتیاز بیشتری میدن. رسید دل آسانیو دارم. این قضیه کدوم قضیه؟ بگم که فولبک های راست تو استقلال جمعشون جمع شده دیگه. بوریام اومده. بله آقا بوریام که محبوب مردم. واقعا تنها استقلالی که تو این مدت من دوستش داشتم آقای غفوری بود. غفوری؟ بله. یه والورده از رئال دوست داری، یه غفوری از استقلال. بله. اگه اجازه بدید. هی لذت نمیبری از زندگی. انسان شریف. آقا چرا سعادت اردانی من دوست داشته باشم؟ از پرسپولیس کیو مثلا دوست داری؟ هیچ کدوم بخش نیست. همه رو دوست دارم. میلاد محمدی، لطفا محمدی نامی تو من جواب نداره. آقا جان بریم برای گل دوم. رستم آشورماتوف هیکل رستم شهرزاد خوردی تا حالا؟ شهرزاد فیلمش هم باحال بود. یه رستم و شهرزاد فیت بدن عالی میشه. کشکی چقدر خوب دیدی میزنن. کوشکی از چپ و آسانی از راست میکشونه. از وقتی که من به شما گفتم میفرمایید از وقتی که روز به کروس رو دیگه بازی ندادید دارید نتیجه میگیرید. بعدشم موضوع اینه که آسانی این همه پول دادی. خب میدادی به هر کی میدادی گل میزد. یعنی نمیزد ناراحت کننده است. بعدش علیپور چند گل است؟ کم پول دادی. علیپور چند گل است؟ آسانی چند گل است؟ 5 علیپور چقدر میگیره؟ خیلی. آسانی چقدر میگیره؟ میلیاردها تومان. بسیار کم. پس واضحا آسانی مصاحبه شد گفت من از بچگی استقلالی بودم. آره. گفت من به دنیا اومدم گفتم اونها استقلال. یعنی میگفت من حتی از لالیگا پیشنهاد داشتم ولی استقلال نبودم استقلال. پلی کن. آقا یعنی شما میگه آسانی داره دروغ میگه؟ نه. طرفدار استقلال نبوده. شما بین سلتا ویگو و استقلال بهت پیشنهاد داده میری کدوم تیم؟ بسیده کی بیشتر بده. منم مثل آسانی. منم مثل آسانی. سلتا ویگو نباشید. سلتا ویگو پول بیشتری بهت میده. به کی؟ به شما مثلا. شما من فکر می‌کنم یعنی بازی کنم. پستم چیه؟ پست همین آسانی است. میشه دی ام اف باشم. یعنی دافع خوبیه.
1 میلیون دلار تو سلتا ویگو داری یا مثلا 20 میلیون تومان تو استقلال، کدوم انتخاب میکنی؟ قطعا سلتا ویگو رو انتخاب نمیکنم. داری کلا عقل، شعور، اندیشه، میدونی اینا همه نشونه که میشه بازی از سید شاید تو خوب تو پابل کرد. یه جردانی کلوچه خوردی؟ نادری مصدوم شد دیروز دیگه. آفرین. واو حبیب فرعباسی بهترین گلر لیگ. مصدوم شد. ببین چشم شور. یه لیست بزن چشم. ویدیو قبلی گفت یه لیست بزن. حبیب خوبه گفتم نه. آخر بازی گفتم نه. تو عالی فوق العاده مسئول. خوب شد. بولالیگا بیشتر داره میاد. مانیر العدادی و آدان. ببین آقا فتح‌الله زاده بود مسی رو می‌خریدیم. حیف شد. تو جای خود داری. تو 20 فتحعلی زاده. فتحعلی زاده. کشکام کشکه واسه تبلیغات دوره زمینو میخونیم و به ما پول بده. بله کوشکی پا تو حرکت میکنه و سر خط. جدا این کوشکی کشکه همه فصل پیش این موقع های لیگ بود، نمیدونم وسط ها بود، تازه شروع کرد مثلا دروی خیلی فوشخوار بود. فوشخوار بود، کاشکی فوشخوار بود. یه بازیکنیه که تو زندگیتون مثل کوشکی باشید، صبور با انگیزه، سعی کنید تا ته جونتون رو بذارید. بذارید کاشکی همچنان پا به تو حرکت میکنه. بچه‌های پشت صحنه همه تو تیمشون داشتن استقلالی‌های عزیزی که پشت صحنه حضور دارن. علیرضا کوشکی پا به تو حرکت میکنه. سنت برای منیر الحدادی. خب اجازه بده با توجه به این گل و اتفاقایی که خلیفه رقم زد، خلیفه به نظرم حداقل برای این گل 1 میلیارد گرفت. کمه؟ 1 میلیارد خوب گرفته. کم گرفت. من بودم بیشتر. نه خیلی خوب فکر رفت. ضربه رو نگاه کن، اینقدر ضربه سر رو خوب بوده کسی نتونست کنه. الهی بگرد چقدر ضربش زیاد بود. شما چی؟ بیرانوند من مانیو میذاشتی گل همین اینطوری کرد. نه تنها میگرفت ببین گلش میکرد. مخلصی اوزگل بیرانوند دستشو اینطوری میکرد تو گرفته بود. بیرانوند دراز ولی گفت با کیچ تیم سابق رفت. گفت درویش تو بذار من یه گل بخورم صداش در نیاد. این شوت پنالتیه آسانیه گفت ضربه چقدر زیاد بود. اون شوتی که پشت محمد باکیت زد یه جوری ضربه زیاد من دیشب سکته قلبی کردم. ضربش منو گرفت. اینطوری میکرد گرفته بود توپ رو. بیا برو گل 20 سالشه. گل قشنگی بود ولی ضربه سر قشنگ نبود. سانت آقای کشکی بود. خوشحال باشید فعلا تیمای راحت همساید خودتون آلومینیوم مثل رفسنجان. شما بیان هفته 12 تراکتور رو شکست داد. چی میگی؟ هفته 1 تراکتور هنوز روشن نشده بود. تراکتور که استارت خورده بود که بالاخره. من این حرفتو دوست نداشتم. 14 آذر میبینمت بچه خوشگل. 12 پاشید بیاید شیراز یا شیراز یا مشهد میریم. پاسو سانتوم زیبا. شیراز قضیهش اینه که صد شده بود. آره ولی بخاطر جیمی جامپایی که داشت داستانی که پیش اومد سر استقلال فجر مثل این که اسم مشهد اومده ولی در حد اسم مطمئن باشید. یکی از دلایل مهمی که مشهد نیست اینه که مشهد تیم لیگ 1 و لیگ برتری نداره و وی آر نداره کلا. و اگه پرسپولیس به عنوان میزبان میخواد بازی رو بره مشهد باید هزینه وی آر رو کامل پرداخت کنه. پول نداره. حدوداً 8 تا 10 میلیارد طولش میشه و بعیده که واقعا همچین اتفاقی بیفته. فکر کنم همون شیراز بیاید ورزشگاه 14 آذر ساعت 15 بازی ساعت 15 قراره که دربیو بریم ولاگ بگیریم وسط شیراز. همینجوری پرگل 3 تا 4 تا ببینیم که چند آلومینیوم 3 تا میزنی میای 4 5 تا میبینیم. هستیم از پرسپولیس خسته. قبول داری پس تیم نیست. ما خسته 2000 رو نمیارزه. حالمون خوب میشه. تازه لیگ برامون شروع شد. هفته دهم مشتی. چه گل شد یه لحظه. لیگ 30 هفته. 30 هفته از 10 تا شاید دست دادی مشتی. ببخشید که 3 امتیاز با هم اختلاف امتیاز داره. این چی بود داور پنالتی گرفت؟ الان میره ویار هیچ کجاش پنالتی بود؟ شما تو کامنت نویسید آیا این پنالتی بود یا خیر. یه کاش از داوری هم شاید واسه گذاشتیم. بله متاسفانه. انده دیگه به نظرم. سامان فلاحه جلو گلریز بهونه. موجی برنامه بهونه که خودش هند بود دیگه حالا کاری نداره. بود واقعا. هند دیگه آدم هند باید بگه هند. منصف. تو دنبال اینی که تو فاندزی تیمت کلین شیت کنه. دیگه سعید ترخیزان یه گل میزد ما خوشحال میشدیم. نزد. من همچنان به سعید اعتماد میکنم. بچه‌ای که قلعه حسن خان بودن لذت بخش بوده بازی. بله. تا حالا رفتی تیمت رو ببینی از بازیش لذت ببری؟ بله بارها و بارها. که یکیشو بگو. سالها. یکیشو بگو. گلات ما کردیم. تا حالا گلات چلیده بودی؟ کدوم یکی از جشن قهرمانی تیمت بودی؟ همه رو بودم. من جشن قهرمانی من یکیشو با شورت قهرمانی آسیا رو بودم. اعلام پنالتی. بچه‌ها این داور خریدیم. داور کو.
فراباسی گلر خوبیه دیگه میگیره الان میگیره شما اشتباه دیدید 3-1 شده بود نگیر یه جوری هم پرید که مصدوم شده. رحمان جعفری هم من داشتم تو فانتزی هر کیو حمید گذاشت تو فانتزی بکشید. من گلر میگیره منو نذارید بقیه بازیکن حمیدو. کلا با این ترکیب برید جلو قطعا 207 360 بردید. این قضیه که راجع فانتزی خیلی حرف میزنیم واقعا جذابه برامون و کلکلش خیلی زیاده بین. آره باز شده واقعا بازی چادر ملو مثلا پیکان هم واسمون اهمیت. آره یعنی ما دنبال این بودیم که آریا یوسفی برای من این هفته پاس کنه یه کاری بکنه واقعا. که لنگ هوایی داره آقای حبیب فراباسی. اصلا مسئولیتش عجیب بود فراباسی. من نفهمیدم چی شد که قلبش گرفت دستش رفت تو مار گزیدهش نمیدونیم. آقا حبیب فراباسی گلر خوبی بود خدا. تیر خورد. آدان دقایق دیگر به جاش وارد زمین خواهد شد. همچنان از سمت راست سعادت یا صالح هردانی که کاملا کاپیتانی رو از رامین اینا گرفته. همچنان یاسر چقدر خوب تو میزنه چقدر خوب تو محمد خلیفه دیدی چجوری توپو گرفت؟ میگم 1 میلیارد گرفته این دو زده بود اینم میخورد. همین بیرام محمود خورده بود. دو زدی خورده بود. میخواد اون پروندهش بسش شد. همچنان یاسر آسانی وای چقدر این بازیکن خوبه. بهترین بازیکن لیگ تا الان یاسر آسانی. علی پور پشت یه شوتیده فقط. یاسر آسانی بازی چیکار کرده؟ همین تاثیر داشته. شوتو ببین. وای کریم یاسر باز هم به تیر اول اندونگی که بالاخره به ترکیب برگشت و بعد از حواشی پیاپی و بی پایان برای مهران احمدی که نه خود علیرضا کاشکی یه سلام نظامی زیبا به کنج دروازه آلومینیوم مراکش سانتره واقعا. ببین بازیکنی که از بازیکن بارسایی یعنی میخوای مثلا ایراد بگیری به بازیکنی که یارگیری کرده جامپینگش بده آقا تایمینگ داره جام و تایمینگش بده یعنی چی یعنی بوی پول اومد باز بوی پول اومد یعنی بعضی اوقات بوی همه گل هایی که پرسپولیس میزنه مهارت فردی بازیکن همه گل که حساب پول. شما کاشته تو زندگیت زدی ببین چقدر سخته پول دیگه پول بعد بدم برام اینطوری نکرد. من 1 میلیارد به تو میدم تو یه کاشته گل کن بزن تو توی چند تا مثلا 1000 تا کاشته بزنی یکی شاید گلش کنی خودت گو بس ولی باکیش توی 2 تا یکیشو گل کرد. 2 تا از کجا میدونی 2 تا که 50 تا شاید دیگه بزنیش کنی. نه گل قشنگی بود بهونه نمیاریم. باکیش هم تو ببین چرخش سر کوشکی واقعا یه لول متفاوتی بود. خب اعتراف کن سانت کردن توی ایران خب مده چون زمینامون بده ولی اینکه سر رو بچرخونی بزنی خیلی حرف. اینو بهت گفته بودم که من از این ور کوشکی خوبه منیر الله دادی حالا یه سانت کردی زیرش کشید بارساسی آشغالاتونو دادید دیگه ایران مردی زمینم بگیرید بدبخت. خب همون میگرفتید الان خوشحالی رو داری. خوشحاله من این سرمو دوست ندارم خوشحال. یه نمه آفسایدم فکر میکنم بود همچنان میاد رو پای چپشو نه میبره لب خط. موقعیت داشته بازی میبینی خداییش پرسپولیس تراکتور هم همین بود دیگه. همین بود فقط تیم‌ها چون بزرگ بودن گل کم داشت. یک بود چون یکیشو زد. امید گل پرسپولیس نیم بود و یه دونه گل زد. یعنی اون دقیقه 90 اگه داور اون خطای کسی که نمیگرفت که بخواد کسی که به تو امید گل یاد یه دونه شوت بزنه به تو گفت امید گل چیز باحالی همیشه راجبش حرف بزن دوست دارم از زیر فاکتور بسیار مهم نیست امید گل ایکس جی. خب اینجوریه که شما نیم ایکس جی داری قطعا باید 1 الی 2 گل بزنی. کی گفته؟ کسی که ایکس جی 4 8 گل میزنه. خب شما با ایکس جی نیم چند تا گل زدی؟ یکی زدیم. بابا تراکتور با ایکس جی 1 و 2 چقدر زده؟ خب دیگه مهاجماش روی فینیشینگشون کار نکردن. یک پنالتی برای تراکتور اونجا ضبط می‌کردن بازی توئه من نمی‌دونم شما که با پنالتی بردی ما ساشی نداریم ببن بره با استقلالی ها همچنان آشور ماتوفی که مصدوم شد رستم رو مصدوم کردی یعنی خیلی دیگه باید ضربت سنگین باشه. سهرابیان الان میاره جای جدی بله رستم و سهرابیان دفاع وسطای شاهنامه تیم استقلال با مربیگری آقا فردوسی که اخراج داره واضحه. رستم دیگه رستم که آره دیگه رستم یه اخراجو میگیره میگه داداش لغت زدی با دست دیگه من کارش نمیتونم بکنم و اخراج برای چی بود فامیلیش رضایی رمضانی یه زادی داشت شدمه کارت زرد دومو چه جوری بهش کشید. آره منطقیش اینه ویار میره مستقیمه دیگه دیگه زرد پس پول
آها خب استقلال آلومینیوم مستقیم میداد زرد داد که اون زردش هم بسوزه اتفاقا همیشه خود داروش یه زاویه‌ای هست ازش ببینی که به نفعت باشه. پوستر بازی هم با مرحوم پورحیدری حضور داشت و این نشون میده از احترامی که دو تیم برای همدیگه قائل بودن. احترام فوتبال زمینه کاش فقط احترام باشه. شبانی نباشه. کتش نمیرفت. از زابونیا 19 ساله نازون تو کشورش گل میزنه خیلی بازی نمیکنه اینجا دیگه. نجات پرسته ایرانو دوست نداره. دیدی الان می‌خواست آقای خلیفه اینو بخوره اینو گل می‌خورد. ولی نه دیگه زشت بود. آره. سوت پایان مسابقه برتری هفته نهم با صدرنشینی استقلال جوجه رو آخر پاییز میشورن یا پاییز آخر میشورن. مشکل اینه که الان تو هفته نهم صدری تا حالا با سرورت بازی کردی، هفته 12 منتظر سرور باش. چندمی؟ هشتم. یعنی با تیم اول چند امتیاز داری؟ 4 امتیاز فاصله داره. 16 امتیاز. ما چندیم؟ 12. 4 امتیاز فاصله داری. یه دونه امتیاز. ببریش هم باز به جایی پایینشی. نمیخوام بگم زیشتی. ولی همچنان همینجوری اصلا خداحافظی کنی بازی نکنی. اصلا 3-0 شما منتظر هفته 12 باش. باز اگر این تراکتور این ملوان یه نتیجه خوبی بشه همچنان میری پایین. تو میشه میری پایین. آره. ببین مراقب باش. خب با سلامتیت هم باش. از کنار باش. شبتون بخیر. خدا نگهدار.